الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. در مورد این مسئله که چه هنگام در وقت تکبیرة الاحرام دسته ها را بلند بکنیم، هر سه حالتی که مشاهده فرمودید از نظر شرعی اشکالی ندارد و از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در صحیح بخاری و مسلم ثابت هست. بیشتر علما و جمهور ائمه نظرشان همان حالت اول هست که تکبیر و رفع یدین همزمان باشد، با هم آغاز بشود و با هم به پایان برسد. یعنی از همون لحظه ای که ما میگیم الله اکبر، الف لفظ جلاله را تلفظ میکنیم، همزمان با آن دسته ها را بلند بکنیم تا و گوشه ها بیاوریم یا برابر با شانه ها، و زمانی که دسته ها را روی هم گذاشتیم تکبیر ما هم تمام شده باشد. این بهترین حالتش هست و نظر جمهور هم این هست و این در صحیح بخاری آمده و روایتش از حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما هست که فرفع یدیه حین یکبر، زمانی که تکبیر میگفتند، دقیقاً در حالی که تکبیر میگفتند دسته ها رو هم بالا می آوردند. این حالت اول و بهترین حالتش هست. حالت دوم این هست که ابتدا دسته ها را بالا بیاوریم، بلند بشه به اندازه شانه یا برابر با گوشه ها، بعد از این بگوییم الله اکبر و دسته ها را ببندیم. این هم حالت دوم هست، روایتش هم در صحیح مسلم هست. روایت دیگری هست از مالک ابن حویرث، باز هم در صحیح مسلم هست و روایتش هم صحیح هست، این که رسول الله صلی الله علیه و سلم ابتدا تکبیر گفتند، بعد از آن دسته ها را بلند کردند. حالت سومی که خدمت شما نمایش دادم. منتها این حالت سوم کمترین حالت هست، به گونه ای که علامه ابن حجر رحمت الله علیه میگوید که من کسی از فقها را ندیدم که قائل به این حالت سوم باشند. هر سه حالت از نظر شرعی درست هست، از نظر حدیثی ثابت هست. به هر گونه ای که شما عمل کردید اشکالی ندارد، در این زمینه وسواسی نداشته باشید. منتها حالت اول که تکبیر و رفع یدین همزمان باشند، همزمان آغاز بشوند و همزمان به آخر برسند، این بهترین حالتی هست که جمهور علما بر آن عمل کردند.